درود بر شما. یه مطلب خیلی مهم از آموزش های تئوری خدمتتون بگم. ببینید، من خیلی زیاد برخورد کردم با این موضوع و موضوع واقعا مهمی هست این صحبتی که میخوام خدمتتون بکنم. ببینید، من همون کاری است که اتودش رو بعدون صحبت کردم، مقداری که جمع کردم روی کار ببینید توی پست‌های قبلی گفتم و بریم ببینین که در مورد کار کردن با کف تخیه پست مفصل و کاملی داریم. حتما اینو ببینین، استفاده کنین، کارتون کمتر آسیب ببینه. ببینید، من هیچ کجای کارم رو گود نکردم. یعنی چی؟ یعنی که اسکوپ نزدم، به این صورت دستمو حرکت نمیدم، دستمو صاف حرکت میدم. ببینید، یه مطلبی که من خیلی توی بحث قلمایی که توی بازار هست و هنرجوها تهیه میکنن مشاهده میکنم یا دوستان قلم زن تهیه میکنن، این قلم هایی که الان توی بازار قلم سازا میسازن قلم هایی که خیلی تخم مرغی ها گرده و این قلم ها میتونه به کار شما آسیب بزنه. چرا شما قلم گرد دارین استفاده میکنین؟ قلم گردتون میاد این قسمت های کارا نازک میکنه، گود میکنه و شما نمیتونین حجم بگیرین به خاطر اینکه قلم گرد داره گود میکنه و هی کارتون له میشه، مرتب داره له میشه کارتون و شما میان اینجور حرکت میزنین. تازه یک مرتبه کمکش میکنین به این موضوع که عرضم به حضورتون که کارتون نازک بشه و این نازک شدن کار باعث پارگی کار میشه. مطلب دوم، ببینید زمانی که دارین برجسته کاری میکنین، چرا کار من الان این رنگه؟ من کارمو تابش کاری کردم، آتیشش دادم به اصطلاح. یه مرتبه قیرا کامل خالی میکنم و حالا یا اینکه با نفت و بنزین میشورم یا اینکه آتیشش میدم، قیرا میسوزونم، جوهرش میکنم و تمام، و 2 مرتبه قیرش میکنم. ببینید، نذارین این کارتون به یه نقطه خیلی شکننده و سستی برسد و بعد از اون بخواین این کار کنید. دیگه آبی که ریخته شده اصلا نمیتونین جمعش کنین. بیاین توی حدی که به یه حجم خوبی دست پیدا میکنین قبل از اینکه شروع کنین به ساخت و ساز و یا زیر خالی کردن. من هیچ کجا رو زیر خالی نکردم. اگه توجه بکنین همه اینا تو مرحله اوله، با توجه به اینکه کار من ضخامتش واقعا خوب بود، توانایی اینا داشت که من حتی بدون اینکه تابش کاری کنم کارمو تمومش کنم، اما من نمیام این کارو بکنم، کیفیت کارمو پایین نمیارم و کارا قیرشو خالی میکنم، تابش کاری میکنم، آتیشش دادم. حالا چه موقعی این کار انجام بدیم بهتره؟ خیلی تجربیه و زمانی شما میتونین این کار انجام بدین که کارتون ارزم به حضورتون صدای خشن و خشک نده، قلمتون بر میگرده و واکنش فلز کمه. اون زمان است که شما میان یه چکش سنگینی انتخاب میکنین و با ضربات سنگین میخواین این کار رو جمع کنین. ببینین، پارگی نیست، شکستگی ایجاد میکنین، له میکنین کارتون و حجم کارتون رو خراب میکنین. ببینین، با لطافت، با حوصله، حرکت‌های صاف 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 بدون اینکه اسکوپ بزنین انجام بدین. خب مرحله بعدش اینه که دارین کار میکنین و این پودرا رو ببینین، از این پودرا شروع میکنه زیر کارتون جمع شدن. این نشونه خشک بودن کاره. ببینید، نشونه های خشک بودن کار با نازک بودن کار خیلی متفاوته. اونم که حتما بعداً 2 مرتبه توضیح دادم، با اینکه من برای این موارد پست دارم و پستام هست، میتونین برین ببینین و استفاده کنین، کارتون آسیب نبینید، یه حجم خیلی خوبی ایجاد کنید. ببینید، من توی مرحله برای شما فیلم گرفتم که کسی فیلم نمیگیره و یه صحبت خیلی 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 فنی و مهمی رو دارم انجام میدم برای این کار و صحبتی که شاید گفته نشه. ببین، این نیست که من میگم بقیه نمیگن، نه، من استدلالم بر اینه که اگه
شروع کردی به آموزش دادن، باید کامل آموزش بدی. چیزی رازی برای خودت نمیتونی نگه داری و به این دلیل من توضیح میدم برای شما. امیدوارم که استفاده کنین از این مطلب و خیلی خیلی به کارتون بیاد، خیلی براتون برکت داشته باشه، کارهای قشنگ تولید کنید، لذت ببرین از کار کردن و حجم‌های واقعا خیلی شگفت انگیز. یه مرتبه دیگه خدمتتون میگم، آموزش های تئوری حس کردم که از آموزش های عملی مهمتر باشه. توضیحات کامل میدم، ویدیوهای زیادی میگیرم براتون. چرا ما زمانی که داریم کار میکنیم، کار برجسته زاویه دستوریه که دوربین خیلی سخت میتونه اتفاقات رو ثبت کنه و خب یه سری دوستان اعتراض داشتن نسبت به اینکه کیفیت خوب نی، کیفیت ضعیف، هیچی پیدا نی و من تصمیم گرفتم که آموزش‌ها رو تئوری کنم. این آموزش‌های تئوری واقعا به کارتون میاد و واقعا حیاتی. از یه جایی براتون ویدیو میگیرم که خیلی 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 راهگشا باشه و بتونه بدون کمک کنه. ببینین بازم یه مرتبه دیگه خدمتتون، دلم نمیاد واقعا این مطلب رو رها کنم. ببینین قبل از اینکه توی این مرحله زیر کار برین، نقاط منفی پیدا کنین، خواهشاً کارتون تو هر ضخامتی هست غیرش خالی کنین، آتیش بدین و یه کار سالم با کیفیت بدون له شدن و بدون زور زیادی به کارتون فشار نیارین. چکشای ببینید من خودم با این چکشای سبک کار میکنم که بقیه دوستان دارن ریز قلم کار میکنن. پس ببینید چکش سنگین نیازی نیست پاق 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 پک بکوبین توی سر کارو له و لورده کنید. فکر کنید دارین حذف نمیدی عزیزم، داری شما کارو نازک میکنی، داری کارو له میکنی، پاره میکنی، کارو شکستگی ایجاد میکنی توی کارت. مراقب خودتون باشین. امیدوارم مطالب بعدون مفید باشه، حمایت فراموشتون نشه و ما رو به دوستای خودتون معرفی کنین. شاد و موفق باشید. خدا نگهدار.